اگه میخواین یه روغن دمه خیلی عالی و با کیفیت مثل این روغن داشته باشین، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان عزیز، امروز تو این ویدیو میخوام طرز تهیه روغن دمه، یه روغن کاملا خالص و حیوانی و بی ضرر و بسیار مفید و سالم رو آموزشش رو تو این ویدیو داشته باشم. خب همینطوری که همه ما میدونیم از قدیم بزرگترهامون و همچنین تو طب سنتی خیلی به مصرف روغن دمه اشاره شده و خیلی توصیه شده. همینطوری که میدونین میگن هر چقدر از این روغن وارد بدن بشه همون اندازه بیماری ها خارج میشه. به خاطر همین من تصمیم گرفتم تو این ویدیو طرز تهیه روغن دمه رو آموزشش رو داشته باشم. خیلی از عزیزان بچه ها اون روغن، اون طعم تند و بویی که دمه داره رو نمیپسندن و تو غذاشون به خاطر همین استفاده نمیکنن. به خاطر همین من امروز با یه روشی میخوام طرز تهیه این روغن رو بگم که کاملا اون بو از بین میره و شما میتونید با خیلی راحت این روغن رو تو انواع خورش ها، آش ها و انواع غذاها دلمه استفاده کنین و لذتش رو ببرید. خب بریم که طرز تهیه این روغن خدمت شما امروز داشته باشم. نکته خیلی مهم رو بگم قبل از اینکه بریم سراغ بقیه کارها، اینه که وقتی که شما دمه رو آب کردین، ریختین داخل حالا یک ظرف شیشه‌ای، حتما شیشه‌ای باشه، بذارین در دمای خود آشپزخونه، حالا داخل کابینت یا کنار گاز، خودش کم کم به این شکل تبدیل میشه. ببینین چقدر این روغن با کیفیت و دونه دونه شده. اگه شما همین روغن رو بذارین داخل یخچال بلافاصله، روغن یا فریزر بلافاصله بذارین، خیلی سفت میشه و موقع استفاده هم خب خیلی چون جامد هستش به سختی جدا میشه. به خاطر همین من توصیه میکنم بعد از اینکه این روغن رو آب کردین داخل کابینت بذارین تا به مرور و در عرض یکی دو روز راحت به این شکل در میاد. خب اگه هوا پاییز و زمستون بود و بهار و یکم خنک بود که میتونین داخل کابینت و داخل آشپزخونه این روغن رو نگهداری کنین، ولی اگه گرم بود ترجیحاً داخل یخچال قرار بدین. به مدت 1-2 ماه هم میتونین این روغن رو استفاده کنین. به نظر من کم کم و تازه این کار رو انجام بدین، بهتره که تا روغن تازه و با یه عطر و طعم خیلی خوبی داشته باشیم. خب دوستان عزیز، بریم که بقیه مراحل رو خدمت شما توضیح بدم. خب دوستان، برای شروع کار ما باید ابتدا دمه ای رو که خریداری کردیم سعی کنین دمه استفاده کنین که دمش تازه باشه، به روز خریداری بشه. دمه ای که مونده باشه توی یخچال چند روزی یا کهنه باشه یا از فریزر بیاریم بیرون، امکان داره که اون کیفیت مناسب روغن رو به ما نده. من اینجا 1 کیلو، حدودا 1 کیلو دمه خریداری کردم. اینا رو به تکه های درشت تقسیم کردم و یه 24 ساعت یا 12 ساعتی باید این دمه ها رو داخل آب نمک قرار بدیم. من به این آبمون نمک اضافه میکنم، همینجوری میبینید نمک اضافه کردم و دمه ها رو میذارم حدوداً 12 الی 24 ساعت داخل این آب نمک بمونه. داخل آب نمک قرار دادم، درش رو میذاریم تو داخل یخچال، حدوداً 24 ساعت بهش استراحت میدیم. خب بعد از 24 ساعت که ما این دمه ها رو داخل آب نمک قرار دادیم، از آب خارج میکنیم، داخل یه صافی میذاریم. همچون که میبینین من اینا رو از آب نمک خارج کردم. حالا اینا رو به مدت 2-3 ساعت داخل یخچال و بهترش اینه که داخل فریزر قرار بدیم. حالا یا فریزر و یا یخچال من میذارم این دمه ها رو تا خودشون یکم بگیرن و سفت بشن. بعد اون موقع یا به تکه های خیلی ریز برش میدم یا هم که چرخ میکنم.
دیدین من این دمه ها رو شستم، به مدت 24 ساعت داخل آب نمک قرار دادم و اینکه اون بوی زهمش گرفته بشه. حالا آبکش کردم. من امروز اومدم تو این باغ زیبا، باغ خودمونه، اومدم تو این طبیعت برای شما این ویدیو رو بگیرم، به خاطر اینکه آب کردن این دمه های خورده بوی خیلی تندی داره و شاید تو خونه به مذاق خیلی خوش نیاد. بهتره که این کار رو توی حالا در داخل تراسی یا بیرون انجام بدین. من الان اومدم اینجا امروز تو باغ میخوام این کار رو انجام بدم. الان من این دمه ها رو به قطعات خیلی ریز خرد میکنم. حالا اگه خواستین میتونین که به چرخ گوشت هم بزنین، چرخش هم بکنین که اونجوری خیلی بهتره و روغن بیشتری به دست میاد چون که خیلی ریز میشه. ولی خب من الان چون چرخ گوشت اینجا ندارم، با این چاقو من اینا رو به قطعات خیلی ریز خردشون میکنم، برش میدم، بعد بقیه مراحل رو خدمت شما نشون میدم. هر چیز ریزتر باشه خیلی بهتره چون روغن بیشتری به دست میاریم. از خرد کردن میذاریم روی حرارت. خب یک لیوان آب هم بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم به مدت نیم ساعت الی 40 دقیقه با حرارت ملایم به جوش بیاد و این آبش تبخیر بشه و تقریبا به روغن بیفته. نمک هم من اضافه میکنم. امروز 11 مهر ماه 1304 هستش. ما اومدیم باغ، فصل گردو است. البته دیگه گردوها تقریبا تموم شدن و یه چند تایی روی درخت موندن که همسر جان دارن زحمتشو میکشن. دوستان عزیز، برای اینکه ما بتونیم بوی زخم دنبه رو از بین ببریم و خیلی عالی با کیفیت خوب، رنگ خوب و بدون طعم داشته باشیم، ما برای این مقدار دنبه که داشتیم حدوداً 1 کیلو دنبه به همون مقدار پیاز هم احتیاج داریم. حالا من اینجا یکم کمتر پیاز آوردم، ولی شما باید دقیقاً همون مقداری که مثلا 1 کیلو دنبه دارین 1 کیلو هم باید پیاز باشه براش. سیب، من الان این سیبا رو همین امروز از باغ چیدم، پاییزه هستش. 2 الی 3 عدد سیب رو از وسط اینا رو هم قاچ میکنیم، هسته هاشو میگیریم و نصفان ماست شیرین احتیاج داریم. خب دوستان، الان همینجوری که میبینیم تقریبا دیگه به روغن افتاد دنبه ما. الان دیگه وقتشه که من اون مواد پیاز و سیب و ماستی که داشتم رو به دنبه اضافه کنم. پیاز، سیب
موادی من اضافه کردم بوی این دمه رو کامل میگیره، ولی بازم بر اساس ذائقتون اگه خیلی حساسین میتونین یکی دو تا چوب دارچین، مقداری فلفل سیاه آسیاب نشده، برگ بو و لیوان سرکه سفید رو به این مواد اضافه کنید. این مواد رو با هم دیگه ترکیب کردیم. حدوداً 1 ساعت زیرش رو حرارتش رو خیلی کم میکنم تا خیلی نم نم این مواد با هم بجوشن و حسابی روغن پس بده. خب دوستان عزیز، تقریبا 1-2 ساعتی از زمانی که ما اینو گذاشتیم رو حرارت میگذره، چون حرارت ما خیلی ملایم و کم بود یکم بیشتر زمان بود دیگه. وقتی که به این حد رسید و به این رنگ رسید، تهش اینجوری شد دیدین و ببینین به این مرحله که رسید دیگه زمانش رسیده که ما اینو برداریم و از صافی ردش کنیم، بس روغن رو صاف کنیم. بازم بستگی به خودتون داره، اگه میخواین بیشترم بمونه میتونیم، ولی الان دیگه موقعش رسیده. من این ظرفم رو از روی حرارت برمیدارم و بقیه مراحل رو خدمت شما نشون میدم. دوستان عزیز، اینم از روغن دمه‌ای که ما امروز به دستش آوردیم. مراحلش رو کامل بهتون گفتم و واقعا با این روش روغن و اون چیزی که ازش به جا میمونه که بهش میگن جزقاله، که میتونین تو انواع غذاها ازش استفاده کنین، دلمه، حالا نمیدونم شاید هم پیشنهادات دیگه شما داشته باشین، میتونین از این جزقاله ها هم استفاده کنین. خیلی خوش‌طعم هستش، روغنش کاملا بدون بوی. دوستان عزیز، نکته ای که من بهتون میگم، این روغن همونجوری که میبینین یک مقدار ناخالصی هایی داره که الان ته‌نشین شده. میتونین داخل این صافی یک پارچه تمیز بذارین، بعد رد کنین این روغن رو ازش که صاف بشه. حالا من اینجا چون امکانات نداشتم این کار رو انجام ندادم. من الان اینو میبرم داخل یه شیشه میریزم. دوستان عزیز، اینم از روغن دمه ما.